درود بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. ازم به حضور شما همیهنان عزیز و ارجمند توجه کنید. در موقعیت بسیار حساسی هستیم. دشمن ضربه خورده، اساسی ضربه خورده، روحی روانی دشمن به هم ریخته و ارزم به حضور شما در سخنرانی‌های در جلسات خصوصی خامنه‌ای با سرداران سپاه چهارپایان سردارانش بلند میشن جلوش عربده میکشن و خلاصه وضع اوضاع دشمن خرابه. چرا؟ چون اینا خبیثانی هستن که ایران رو در اسارت گرفتن با اسم مذهب و دین. دروغ میگن، پدرشون دروغ میگه. 600 سال حوزه های شیعه در اختیار یهودیان بنی تمیم، بنی قریظه، شیخ صبا یمنی و سالوات روس، توده‌ای، روده‌ای و مارکسیست اسلامی و کمونیست لنینیستی و خیلی مادر قهوه و امروز به بنبست رسیدن. آگاهی بزرگترین کلید پیروزی ملت هاست. ملت عزیز، از این که میان پرچم میذارن، ارزم به حضور شما پرچم سرخ داس و چکش میذارن و میگن که بله این کمونیست بود، این فلان، اشکال نداره، کمونیست بوده، امروز برگشته سمت ملت، همین کافی. یا میگن آقا این مستان سنیه، او بهاییه، او زرتشتیه، او نمیدونم درویش، اشکال نداره، اینا ملت ایرانن. مادر جنده، تو چی کاره اینجا؟ تویی که از سرزمین سور و شام و عراق و یمن اومدی تو خشتک حسین و زینب و اسلام شیعه قارتمون کردی، چی کاره ای مادر قهوه؟ بارها گفتم همونطور که از ظلم و بیداد اسلام بدوی ما بر علیه خلفای اون زمان و اسلام آن زمان شورش کردیم و بیرونشون کردیم، بعد مسلمان سنی ماندیم، صوفی ماندیم. از این ظلم شیعه یهودیان عراقی، سوری، شامی، بنی تمیم، بنی قریظه، این یارو دار دسته حجتی مهدوی مختلفا بیرون میاییم، خاک خون میکشیمتون، بیرون میاییم. ایران آزادی دین، ارزم به حضور شما، هر کی هر دینی میخواد داشته باشه، مذهب هر کی هر مذهبی میخواد داشته باشه، به تو ربطی نداره. دوست داره خراسان به قول طرف لور، بلوچه، کرد، ترک، به قول طرف گیلک، مازنی، به تو ربطی نداره. زنازاده، چپ راست، پادشاهی خواه، جمهوری خواه، به تو ربطی نداره. نه یا پرچم درست کن بگو این شهید ایزه فلان، با پرچم شیر و خورشید بوده. دروغ نگید، فتوشاپ نکنید. ملت عزیز، ما یک راه داریم، استقلال، آزادی، ایران در دست ایرانی. ائتلاف با شاهزاده پهلوی تنها گزینه الان، چون زمان نداریم. 46 سال من کوبیدم، گفتم تاج بر سر قانون اساسی، یک حکومت پارلمانی تشکیل میدیم، اقوام ایران رو مشارکت در قدرت و سیاست میکنیم و میریم جلو. نظامی ها و امنیتی ها کودتا رو انجام بده، ما پشت داریم. خود روسا فهمیدن، گفت آقا این کار درستیه، نمیذاریم به چنگ امریکا بیفتیم. گفتیم با سفارت بدنامی مثل روسیه مادرجنده که هزاران روستا و صدها شهر ما رو او به اشغال گرفت، ما همکار نمیشیم. شرافت و میهن پرستی به شیعه گری و سنی گری و بهایی گری و زرتشتی گری نیست، به ارق، به میهنه. یا متحد میشیم، چون زمان نداریم. اگر بخوام دنبال این برنامه بریم، باز هم احمدی نژاد و خزعلی و خامنه ای و حسن خمینی، کثافت‌های یهودی در لباس شیعه در ایران هستن. ما نمیتونیم. پس بهترین راه برای عبور اینا یک رضاشاه دومه، یک شخصیتیه که شخصیت کاریزماتیک باشه، شخصیتی باشه که بتونه جهان روش حساب باز کنه. اون رضا پهلویه. رضا پهلوی تنها گزینه برای گذره. هر کی هر حرف دیگه زد بزنید تو پوزش. ما قرار نیست از شیب ابی طالب به قار اصحاب کف مجاهدین خر بریم. اینا همه یکی هن. گوش کنید، مجاهدین بزرگترین دشمن ماست. همینا که میان فوش میدن، اینا نصفشون مجاهدینن، نصفیاشون هم همین زنازاده های عراقی، سوری، شامی، یمنی هن که تو ادارات جمهوری شیعه زیاد بودن
و پدر ما امروز به انفجار تو ما رو رسوندی. خامنه ای تخت نگه دار که داریم میاییم، هیچ راهی نداری، چون ظلم کردی پدستک، ظلم کردی، کشتار کردی، کرد کشتی، بلوچ کشتی، ترکمن، خراسانی، گیلک، مازنی، جوان، همون شیعه رو به برگبار بستی کشتی. شما چه بی‌ناموسایی هستی؟ آقای امنیتی، توی که دم از امنیت اختشاش فلان میزنی، امنیت کیو تأمین میکنی؟ امنیت روسیه؟ امنیت مؤتلف حجتی؟ اینا چون وصل به اربابان قدرتن، لابی دارن، لابالیگری و لابیگری و قلاده سفارتخونه ها رو دارن، تو با اونا همراهی. ما فقط به این میاندیشیم که ایران در دست اقوام ایران و جلوگیری بشه از ای که ایران تجزیه بشه. ایران تجزیه نمیشه، هیچ کرد و بلوچ ترک نمیخواد، اما روسیه میخواد. روسیه میخواد انقدر فشار بیاره، انقدر ما رو توی دست پای اینا بندازه تا ای که ما هر قومی برای خودمون، چون این راه اختلاف رو انگلیس و روسیه از طریق همین شیعه گری و کونیگری نفوذ داره انجام داده. بیدار باشید، متحدانه پشت سر. برای من اگر هر کدوم از اقوام ایران فوش بنویسه، من اصلا ناراحت نمیشم، جوابشم نه. اما به این ولایت شیطان، به این زنازادگان حکومت نمیتونم فوش ندم. اینا فوش وجودشونه، فوش دینشونه، فوش اعتقادش. ما اعتقاد داریم. اعتقاد به چی داری؟ اعتقاد به این داری که یک مش عرب عراقی رو آوردی گذاشتی رأس حکومت، پدر ملت ایران رو در آوردی، ما شیعه، ما گوه خوردی مادقه. پس چرا این همه شیعه کشت؟ گوش کنید، فریب این زنازادگان رو نخورید. ما یک راه داریم، متحد میشیم از هر دین و مذهب، متحد میشیم از هر، ارزم به حضور شما، قومیت. یک راه داریم، گذر از کلیت مؤتلفه حجتیه مهدویه و این فرقه ضاله بیناموس که تمام دنیا حرامزاده و کافرن، فقط اینا خوبن. ما میخوام از این بیناموسی که اینا در این 600 سال، 500 خورده 600 سال و در 900 سال سیستم قدرت و مافیای قدرت زیر نظارت انگلیس و روسیه دست مؤتلفه بیناموس بوده در بیان. باور کنید خامنه ای رو همین الان بندازین، کل بودجه هایی که صرف خرج جامعة الصادق، جامعة الحسین، جامعة الزینب، جامعة المحسن، محسنی که هنوز به دنیا نیامده، اینا اسم گذاشتن، سر این جامعه بامه های پارپوره این همه هزینه میشه و تمام مراکز ثروت و صادرات و واردات دست جبهه مؤتلفه بوده که الان جبهه پایداری یا مجتبی خامنه‌ای حجتیه سابق با هم جنگ دارن تا منافذ ثروت و صادرات واردات دست اونا بیاد. همشو بزنیم چپ بکنیم، راهی نداریم. اون دسته از ایرانی هایی که شرف ندارن، فریب میخورن، به درد ما نمیخورن. ما ملتی رو میخوام که آگاهانه پا به میدان بذارن. ما اصلا نباید منتظر این اهداف باشیم که روس ها با انگلیسی ها چیکار میکنن، با آمریکا یا گور و باباشون. ایران را از داخل باید سریعا ما در دست بگیریم. شوراها و به قول طرف محلی رو، انجیو ها، هر چی اسمش شما میذارید، انجیو های محلی، کمیته های محلی، شوراهای محلی رو تشکیل بدید. بخصوص 8 استان ما، 8 استان اقوام ایران تشکیل بدید که به محض اینکه اتفاقی افتاد بتونید ثبات شهرهاتون و روستاهاتون و منطقتون رو در دست بگیرید. نگذارید با نیروهایی که اینها از بیگانگان آوردن ما رو به سوریه تبدیل کنن. حواسا شیشتم جمع بشه، بزرگان هر شهر و منطقه و برنامه مواظب باشن. همگی آماده باشید. گذر حتمی است، گذر حتمی است از کلیت این اوهام و خرافات بیشرفی که یک ملای بیشعور و بیسواد به ما حکومت میکنه. 46 ساله. بعد یارو میاد میگه آقا این شما انتخابتون بد بوده. با آقا چیکار؟ آقا خودش 7 ویل خره، خودش نوکر روسه، گوه خورده کرده. کدوم سیاست راش، کدوم برنامهش تا حالا به نفع ملت ایران بود؟ مردی که دیوز، تو عزیز زنازاده های مؤتلف حجتی، تو تخم همون عرب های سوری شد، تو ننه در اونجا اومدن ترتیبش رو دادن، تو بس افتادی. ایرانی نیستی. یک ایرانی باید شرف داشته باشه، از ایران دفاع کنه، نه از قومی که به قول طرف
همه دنیا حرومزاده و کافرن و این جاکشا مسلمان. آماده باشید، اتفاقات بسیار روبرا در راه داریم. آماده باشید بتونیم دست به دست هم بدیم. نگذارین تخریب کنن ملت ما رو، نگذارید بین ما اختلاف بندازن. همه و همه دست به دست، بهایی، دراویش، شیعه سنتی، سنی، زرتشتی، ارامنه مظلوم، کلیمیان بیچاره‌ای که تا به حال ظلمی که به اونا شده به همه ما هم شده، ظلمی که به یک بهایی شده به ما هم شده، ظلمی که به یک دراویش شده به ما هم شده. همه ما باید از این خرق خرافات دروغین شیخ صبا یمنی، یهودیان آنوسی گذر کن. درست دقیق هدف گرفتیم. شارگ اقتصاد مادر فساد سوریه و لبنان رو از اینا جدا بکنیم، اینا موندن. بشار اسد امروز صحبت کرده. بشار اسد تو آقای پوتین، تو که قرار بود این فعالیت سیاسی نکنه چرا میکنه؟ پس مادر قهوه از این ور دیگه قرار بود که تو به اصطلاح در سوریه و این ور دیگه مشارکت نداشتی، پس چطوری اینا رو ساپورت کردی؟ روسیه. آقای ترامپ حواست جمع باشه اگر میخوایم بریم به اون سمت، وگرنه ما به ترامپ بدبینیم، به خامنه ای و عرضم به حضور شما نتانیاهو و پوتین، به همه بدبینیم. چون ما ملتی هستیم که تا به حال عادتمون داده دستی از بیرون بیاد کمکمون. ما یه سری از داخل میتونیم. آدمای بسیار میان پرست تو همون نظامی و امنیتی داریم، الان دستش بسته است به دلایلی که اونو ترسوندن و سریع میگیرن. آقا بیا بیرون، آقایون بیاید بیرون از نظام، استعفا بدید، بازخرید کنید، بیاید بیرون، این خالیش کنین، اینا توهی کنین، اینا بذارید با همه بیگانه ها. بعد ما میدونیم با ارتش بیگانه‌ای که خامنه ای از زینبیون و فاطمیون و هشت و شعبی و آفریقایی و افغانی و فلان آورده دوره برش، بعد ما میدونیم چیکار کن. شما بیاین بیرون. هیچ مزدوری جان فدا نمیکنه برای اربابش، اما میهم پرست شارگش میره وطنش نره. شما وطن پرستو بیاید بیرون از این سیستم. ناقوس جنگ بر روی ایران حتمی است. پس ما موظفیم نگذاریم پای دشمن هم باز بشه به داخل که میشود. نگذاریم. چرا؟ چون 12 سال ما به شما امنیتی ها و نظامی ها هشدار دادیم آقا جلوشو بگیر، اینو بنداز پایین و از اوضاع خرابتر از این نکن. نکردی، حالا بخو جمعش کن. پس اینه که ما بهترین راه و بهترین گزینه پهلویه. سریع میتونیم پایان بدیم به این بازی و راه دیگه نداریم. هر کسی اومد هر حرفی زد سریع جوابشو آتشین بدید. نذارید زر بزنه این حرامزادگان، نذارید زر بزنن. پاینده ایران و اتحاد اقوام ایران با اتحاد مشتاقان شاهزاده رضا پهلوی. ما راه دیگه ای نداریم. اگر راه دیگه می بود مطمئن باش من اولین کسی بودم که اون اعلام میکردم. زمان نیست در یک موقعیت جنگی. و بعدم رضا پهلوی نه جنایت کرده نه آدم کشته. متحد بشید، از شیب ابی طالب به قار عرضم به حضور شما اصحاب کف نبرنتون. مجاهدین، ملاها، میرسلیم، احمدی نژاد، همه این ما در اجنده ها یک هدف دارن: نگه داشتن این حکومت به قول خودشون دینی نیست. این یهودیان در لباس دین، دزدان ما در جنده رو میخوان نگه دارن. انگلیس، امریکا، همه دنبال همین برنامه اینا نگه دارن، لابی دارن، اربابان، چون اینا نوکر اونا. ما باید بخوایم ملت ایران، اقوام ایران، ادیان و مذاهب ایران دست به دست هم بدن، عبور از کلیت این مادر قهوه های زنازاده بکنیم. درود بر شما، خدا نگهدار.